چوانداز سوارشا که آزای پایان بالا ماشین میشوه 2000 سومون بباشد ارگفتن 2000 سومون از نام رفیقای حاجی سیم‌الدین از ناحیه دنقره و موشه تغییره بباشا یک تدوگاب زنی من میکروفون گم پشورتن از نام رفیقای حاجی سیم‌الدین 2000 سومون که با گم نشود که فهمد با برای اینجا با ماشین هست همون تو ماشین داد 2000 بزردست یعقوب چوانداز چوانداز سوارشه که بعد قره bayrak بالا автомашина میشود از نام جوروهای حاجی سیم‌الدین از ناحیه دنقره واسه سوم ماشین حاضر یک تا میکروولوفکا با جانیبک چوانداز از جماعت ساغردش قشلاقی کلمبای پایان bayrak بالا حلال کرد قندا تبزه جانیبک چوانداز حرکت که چوان بعد چاری گوسفند автомашина از نام جوراهای حاجی سیم‌الدین از ناحیه دنقره واسه bayrak بالا می شود 2000 سومون پول بس در دست نجم‌الدین چوانداز از دهه پستیرو باز در دست منصور چوانداز از جماعت ساغردش کلمبای بالا حرکت که چوانداز باز در دست منصور چوانداز از جماعت ساغردش دههای کلمبای بالا با اسب حاجی نعمتالله برای همین نظردین بسیار نمایش خوب داد 200 سومون تحفه از نام پلچکای رضا خنده تبدار رضایی چوانداز حرکت که bayrak بالا یک تا автомашین از نام جوراهای حاجی سیم‌الدین از ناحیه دنقره ناحیه واسه حرکت که چوانداز حاضر یک تا چاری گوسفند با مفرح چوانداز از جماعت ساغردش با اسب حاجی احمد جان از با نام خولیگان حلال پرتاب چوانداز حرکت که bayrak بالا یک تا автомашина باز در دست نظردین چرنا باز در دست نظردین چرنا با اسب نوی حاجی سیم‌الدین حاضر از نام جورای حاجی سیم‌الدین یک تا автомашина بود نظردین چوانداز با نام چرنا
چمپیون تاجیکستان ناهید بابوسکشی حلال پرداخت از با نام انگل حسب حاجی سعیم الدین. حاضر یک تا افتماشین بود از نام جوره های حاجی سعیم الدین از ناحیه دنغره ناحیه واسه چرنا چوانداز با اسب حاجی سعیم الدین از با نام انگل حلال پرداخت خندا تبزه چرنا سعیم الدین بیا اینجا. اکای سعیم الدین بسیار خوش اومدی. اکای سعیم الدین خوش اومدی. حاضر یک تا برزگاه 200 سامان پول بود نظردین چوانداز با کلیچکای چرنا با اسب حاجی سعیم الدین از با نام انگل حلال پرداخت خندا تبزه چرنا با اسب حاجی سعیم الدین از با نام انگل چرنا بسیار خوش آمدی. حاضر یک تا برزگاه از نام خرسنشاه سید علیو 200 سامان از نام سید انور نظردین چوانداز از جماعت سغردشت با کلیچکای چرنا در جمهوری چرنا بسیار مشهور مرد بچو با اسب حاجی سعیم الدین از با نام انگل حلال پرداخت خندا تبزه چرنا میکردن که بز در دستی کی است و کی دست بالا است و کی این هنر را به نمایش میگیرد. وقت مثلی نوار میگذرد نارسیده بهار میگذرد. بخبر نباشید دلا تا میتوان امروز فرصت را غنیمت دان که در عالم نمیداند کس احوال فردا را. در بالای از 100 سامان از نام جمشید زمشید جمشید سید احمد کبیروف حاضر 600 سامان پول از نام حاجی نسیم بود صدردین چوانداز از جماعت سغردشت قشلاق کلمبای بالا با اسب حاجی سعیم الدین از با نام 4 ریبوور حلال پرداخت خندا تبزه سعیم الدین صدردین چوانداز باز در دست چرنا یک تا اسب زنده 400 سامان پول از نام جمشید 400 سامان پول از نام سید انور در بالای اسب زنده بود نظردین چوانداز از جماعت سغردشت با نام چرنا از با نام انگل ماشین بایرقی بالا میگذرانی از نام شریف از دهه کمچک جیا جنبستی های افتماشین ارگان دا بلوش کسی که امی ارگان داخت ام میدان امروزه با نام امو میمونه. دوغیجی چواندازه ها هنر چرنا چواندازی مایل تاجیکستان چوانداز واقعا هم با 4 بومر بارکالله احسن چرنا بخبر نباش چرنا دست بالا چرنا دست بالا هنر چرنا چواندازی جماعتی سغردشت
چرنه چواندازی مشهور بکن هم احسن با اسب حاجی سیمالدین انگل به خبر نباش آفرین به هنری چرنه چواندازی آوازداری جمهوری به خبر نباش زنجیره جمله که من می سازم از نقره و طلای سخن می سازم این رانه برای خیشتن می سازم آویزه گردنی وطن می سازم آفرین وطنی میده مردان کلان چرنه چوانداز به خبر نباش این همه در میدان هنر صغیردشت عزیز شامدید مهمانین گرامی قدر حاضر یک تا автомашина از نام شریف جیانی شاه رمضان ارگنده بالاش باد نظردین چوانداز شناخته جمهوری تاجیکستان چرنا حلال پرتو با اسب حاجی سیمالدین اسب با نام انگل زنده باشی چرنا میدان امروزه با نام چرنا نوریدین پاکستان زنده باشی چرنا 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 انگل اسب حاجی سیمالدین انگل چرنا بگی چنگ بدوز هر خوشی زینگره کرد سنی کورکم چینش کرد هر خوشی زینگره کرد سنی کورکم چی کنه سنی کنه بخم چینش کرد باز شد رسمی خوبی توجی کن بسکشیه دوستان رسمی خوبی توجی کن بسکشیه دوستان اسبت خوبای چرنه جان سالی بگی در میدان اسبت خوبای چرنه جان سالی بگی در میدان چرنه جان چوانداز یه بزه بگی چنگ بداز چرنه جان چوانداز یه بزه بگی چنگ بداز در خوشی زینگره کرد سنی کورکم چینش کرد در خوشی زینگره کرد سنی کلم واقعم چی کرد در خوشی زینگره کرد سنی کلم واقعم چی کرد زنده باشین خوش آمدید آن کس که بداند و بداند که بداند اسبی شرف از گنبد گردون بجهاند